مقتول 37 ساله است، ساکن طبقه سوم همین ساختمونه، شغلش هم مغازه داره، پروانه کسبم داره. فیلم دوربین تمام ساختمونو به اضافه پرینت تماساشو برای من میاری. بله قربان. بفرمایید. سلام. سلام. لیست تماسایی که خواسته بودید بچه‌ها بردم. ممنون. قربان فیلمایی که خواستید حاضر کردیم. یه نکته جالب پیدا کردیم. طبق زمانی که پزشک قانونی به ما اعلام کرده، یه فرد مظنونی داریم که همون لحظه داره از ساختمون فرار میکنه و متاسفانه ازش نشونه‌ای نتونستیم پیدا کنیم. یه نکته جالب دیگه هم که پیدا کردیم توی فیلم‌ها، مقتول یه ماشینی دستش بوده چند روز قبل که پلاکش رو استعلام کردیم و متوجه شدیم این ماشین مربوط به شرکتی به نام سویچ رنت.